خانم ها و سلام عرض میکنم و خوش اومدی به پارت سوم از اسکیبیدی توالت. اومدیم ما دوباره با اسکیبیدی توالت و قراره که دوباره واسه تون ویدیوهای اسکیبیدی توالت بذاریم. این پارت سوم قراره از قسمت 21 بریم تا قسمت 30 و ببینیم چه اتفاقایی میگفته و احساس میکنم توی این اپیزودا یعنی قسمت های 21 تا 30 فکر کنم اسپیکرمن هم بیان، نمیدونم. پس بریم سراغ ویدیو. فقط قبلش رو لایک و سابسکرایب یادتون نره و لیتس گو. خب بچه‌ها بریم که از 21 تا قسمت 30 رو ببینیم و توالت دانشمند این نمیدونم باید بریم ببینیم که چیه. خب قسمت 21 لطفاً جوری نباشه افقی. نه افقی نیست. بریم که داشته باشیم. اینجا کامرامنا این توالت رو گروگان گرفتن. خوبه. بیار دیگه. آورد. بیا دیگه داداش. امیجیه نو در کنار تصویرم ببینی. آورد. بابا نیار بیرون دیگه. دوباره داداشم امیجیه. بیا دیگه. اینترنت چجوریه؟ خوبه. میگه من اینو ندیدم. آقا برفت قاطی کن. بابا داشتیم میدیدیم. یعنی چی؟ چه وضعشه؟ بیار دیگه. وای همه جا منفجر شد. جدی داره سیفونه میکشن. ببینیم چجوری داداشه با سوالتمون چجوری بیده پایین. ببین انتقام تو قرار سیفونه بکشین. این دیگه کیه؟ اعصابشو خوش. هیدرا استرایدر بود. داداشون چقدر زیاده. خب برو ببینم چیه. خب بریم ببین. داره اینو دارن ترمیم میکنن. تایتان کامرامن. چرا در رفتیم؟ تایتان اسپیکرمنو دیدن؟ نه تایتان کامرامن. داداش ایول. بابا انقدر نذار بابا. دیدی؟ با انگشتش زد. بوینگ. همه جا مشو. بابا ایول. بابا بگی دیگه بابا. دیدی؟ همه جا رو منفجر. ولی خب چقدر ترسان اون اسکیبیدی توالت های اصلی هم دیدنش در رفتن. اونا با خودشون گفتن غلط کردیم دیگه حمله نمی‌کنیم. اونا همچین حرفی اصلا نمی‌زنن. سیفونه بگه.
داداشم اسپیکرمن. اسپیکرمنا و اسپیکرمنا هم اومدن دیگه، اما قصه نداریم. آیا چیز دیگه هم به اونا اضافه میشه؟ مثلا میکروفون، تلویزیون، دیگه نمیدونم، هدفون. هدفون داداش اسپیکرمنمون هدفون داره. بیا دیگه بریم ببینیم این قسمت از چه قراره. داداش اسپیکرمنمون اینجا میبینیم و یه سری یا خدا استرایدر انقدر صداش بلند بود گفتش یه هدفون بزن گوشت کر نشی. دیدی چجوری زد؟ اصلا یک جوری صداش بلند بود همه رو پرت کرد. داداشم لارج اسکیبی توالت، ولی دیدی همه رو پرت کرد، منفجر شدن اسکیبیدی توالت ها، خدا شاهده. ولی خب هدفونم شده خوبی بود، باعث میشد ما دیدید اون اسکیبیدی چی اسمش چیه؟ اسپیکرمنان داشتم آهنگ پخش میشد داشتم میرقصیدم. داداشم لارج اسپیکرمن، لارج کامرامن هم هست. بزن من دیگه اون چیز قبلی نیستم. بزن همه رو بپوکون. نه داداشم لارج اسپیکرمن بالا کلاوه باسوایتمون. بابا داشتیم میدیدیم و لحظات حساس قطع میشه. به مولا بالا کلاوه باسوایت این قسمت. یه تایتان دیگه واسه بشه، تایتان به اضافه گروه همون اضافه بشه که دیگه تمام. دیدی تایتان اسپیکرمن چی کار کرد؟ اصلا باورم نمیشه، بالاکلاوا رو جر داد. بیا دیگه اومده این مخفیگاه کجا اینجا؟ و 27 3 تای دیگه هنوز مونده. ماشین کنترلی این مخفیگاه اسکیبیدی توالت هاست. او مای گاد ای وای من نه ببین هم میخواست به اون حمله کنه، سیفون رو کشید رفت. و به مخفیگاه اسکیبیدی توالت هم دست پیدا کردیم. خوبه. داداشم مافیا توالت چرا قیافش اینطوریه؟ ولی جدی مافیا توالت هم قویه ها، خیلی. نه یه باس فایت میتونه باشه. وقت شدیم ما رو داداشم تایتان اسپیکر دیگه از دیدیم بچه ها قیافه رو قیافه مافیا توالت رو نگاه کنی. مافیا توالت هنوز زنده است. دیدین چه صدایی کرد؟ یه خوابون داره گوشش.
مرسی که به مکمل کنید. این مال چندمه؟ 28 بودیم ما. قیافه شده 28 این. دیدی مافیا توالت رو یه جوری خوابون تو گوشش که ولی واقعا ترسید و بیهو. دیدین همه ما رو دیدن. بدبخت شدی. بیار دیگه قسمت 29 ما. بیار دیگه. قیافه این رو نگاه. بیار دیگه. یعنی میگه نمیاره؟ باید ویدیو رو قطع کنم. آخرش این دیگه بیار. نمیاره فکر کنم به تو آورد. 29 هم داداشم لارج کامرامن. بیار دیگه. نگاه کنید بچه ها داره خیلی من اذیت میکنه سرعت اینترنت. بابا اینترنت هم که خوبه. بودو نگاه کنید فقط داره وقتم رو تلف میکنه واسه این اپیزود. فقط وقت تلف کنه چیز دیگه ای نیست. و داداشون داره میشینه چیکار داره میکنه. بیاد دیگه. هم دیگه نمیانه. داداشمون چرا شورت نداره شد. وای گلیچ توالت. درونی داداشمون لحظه که ما میمیریم من داره نشون میده. گریچ توالت. بیار دیگه بابا. یه بار میخواستی فیلم نمیاره. نگاه کنین خیلی داره منو اذیت میکنه ولی خب خیلی دار که اونطوری که شکستیمو خیلی یه کامera قشنگ شکسته. فقط چیزه اصلا سر نداریم. کامرامون شکسته ولی گلیچ توالت. وای توالت دانشمند این یا دکتر. ولی گلیچ توالت خیلی سرعت زیاد بود مثل سونیکه. از تو ملت رد میشه. بوده دیگه ویدیوهامو 11 دقیقه شد. قرار بود 10 دقیقه بشه هر بار. نمیاره فکر کنم اینترنت امروز با من لچ کجا؟ دکتر نگو که تحت کنترل ایناست. وای دیدین؟ اصلا دهنش در آورد ویروس رو. خدا بد دارم ما نگاه میکنم. داداش من همکارتم. بیا هنوز به خط سفید نرسیده. قداره قطع میشه بابا. خیلی دورکه. دیدی اینجوری که چی بوده اونا؟ ویروسه چجوری بود؟ نوار بود چی بود؟ مخت بود چی؟ داداش من همکارتم این کارو با من نکن. تو رو جای مادرت. و اینم از 30 قسمت بیم. وای این دارم با ما همکاری میکنم برای چی؟ نمیدونم. باید برم ببینم داستانش از چه قراره. خب بچه ها مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله بغلشم بزنید تا ویدیوهای بعدی اسکیبی توالت میبینمتون. خدا نگهدار.